سلام، این خانم تو فضای مجازی مدام داره علیه توسل از طریق قرآن شبهه افکنی میکنه. حالا بگذریم از این که قرآن گفته حجاب واجبه ولی به این توجه نمیکنه، بریم کلیپشو ببینیم برگردیم پاسخشو. در آیه 13 سوره نوح اومده چرا برای خدا عظمت قائل نیستی؟ توسل یعنی چی؟ توسل یعنی این که خدای من محتاجه تا یک نفر بین من و قدرتش واسطه بشه تا صدای من رو بشنوه تا بتونه به من کمک کنه. دلیل عقلی توسل: بعضی از آیات قرآن شفا دادن رو به خدای متعال منسوب میکنه، به الله متعال منسوب میکنه. اما هیچ عاقلی بر نمیگرده بگه که من میخوام بشینم تو خونم موقع مریضی پیش طبیب و حکیم و پزشک نرم تا خوب بشم. خانومی که این شبهه رو انداختی، اگر موقع مریضی بری پیش دکتر مشرکی، کافری. چرا؟ چون خدا در قرآن به ادعای شما و با فهم ناقص شما شفا دادن و منسوب به خودش کرده. پس باید بشینی تو خونت، اون موقعی که مریض شدی وایسی تا خدا شفات بده، چون داری برای شفا دادن خدا واسطه قائل میشی به واسطه پزشک. پاسخ بعدی: تو بسیاری از آیات قرآن انبیای الهی کارهای معجزه‌وار و خارق العاده انجام دادن. مثلا مرده زنده کردن، در صورتی که خدای متعاله که مردگان رو زنده میکنه. این کارها در قرآن به پیغمبرا منسوب شده. خب بازم که خود قرآن داره طبق معنای شما واسطه ایجاد میکنه بین کار خدای متعال و مخلوقش. اون واسطه هم انبیا هستن، این هم شرکه. اما دلیل قرآنی توسل که شیعیان بهش استناد میکنن چیه؟ آیه اول، وقتی فرزندان حضرت یعقوب کار اشتباهی کردن اومدن گفتن چی؟ یا ابانا استغفر لنا، یا ابانا ای پدر تو برای ما استغفار کن. ما با امام رضا چی میگیم؟ یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. آیه دوم میگه پیغمبر خدا برای مؤمنین استغفار میکنه. بعضیا میان پیش پیغمبر که پیغمبر واسطه بشه براشون استغفار بکنه. یستغفر لهم الرسول، پیغمبر خدا برای اونها استغفار میکنه. خب پیغمبر خدا باید به اونها میگه برید خودتون استغفار کنید، با خدا صحبت کنید، منم واسطه قرار ندید. اما اصل توسل یا علی گفتن ما یا امام رضا گفتنای ما همش با این نگاهه که امام رضا علیه السلام امیرالمؤمنین و همه اهل بیت از خودشون هیچی ندارن. همه این بزرگواران به اذن و اراده و قدرت و حکمت الهیه که اگر کاری بخوان انجام بدن انجام میدن. مثل انبیای الهی که مرده زنده میکردن، کور رو بینا میکردن و خیلی کارهای دیگه. یا علی.